ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو کی نامه کنم باز. درود عزیزان دلم و السلام علیکم و همه مردمی که این صدای خسته شاروخ به گوششان میرسد. روسی کمی مریض هستیم، پیشکی عذر میپرسیم که شاید صدای ما خسته براید و برادرها بسیار خواهش کردن که در برابر غزل هایی که در وصف مادر خوندیم و قصه هایی که در وصف مادر نقل کردیم، در برابر مادر نباید پدر رو هم فراموش کنیم، چون که اینها برای ما راستی یک گل هستند، اینها یک نعمت هستند که الله مهربان ان همین شخص رو سبب گردانده است که ما دنیای روشن رو دیدیم و ما این قله های بلندی حیات رو دیدیم. باور کنید هر یک شخصی که دعای پدر و مادر رو گرفتگی باشد، فکر میکنم که 7 در جنت برای آن شخصیت باز است. اگر که پدر و مادر از تو راضی باشد، انشاءالله دنیا از تو راضی است. دنیا هر کجایی که میروی راحت باز است. وقتی که در ذکر الله باشی، دعای پدر و مادر رو گرفته باشی، باور کنید همه راه برای تو کشوده است. چی چیزی را که نقشه میکشی راست به همون نقشت میرسی. اولین درجه ذکر الله، طاعت و عبادت الله، بعداً دعای پدر و مادر. باور کنید همین پرابلمات همه خیلی بود میشود که خودت نمیدونی که چه خیلی بوچید، باور نمیکردی که همه خیلی آسان بود میشود. هر کس از خودش یک بار مقایسه کند، بعدا در همون کامنتار یا فکر تا بنویس که آیا همین سخنهای تو راست است یا که دروغ. من الحمدلله از پیش خودم گپ نمیزنم. هر آنچه که از دهن عالما گوش کردم، از کتاب ها خوندیم، اونقدر وقتی کتابخوانی هم نداریم، لیکن از همون عالم هایی که گپ میزنن از دهن همون ها چینده برای شما پیشکش میگردونیم که پدر و مادر این بهترین نعمت برای هر یکی ما و شما است. در برابر خواندن شعر، قصه و دیگر چیزها در وصف مادر نباید پدر رو هم فراموش کنیم، چون که پدر این قبلگاه ما است. اگر شما لایک موندگی نباشین، لایک مونین، یکون فکری کنکرت داشته باشین، فکرتون در پایین کامنتر بنویسین، ما حتما میخونیم.